باز دوباره قزوینی و تابلوها داره کار میشه، تکمیل شده تقریبا. یه چند تا خورده کاری مونده، آقا رضا داره اینجا میزنه، این برم یه حروف مونده، مسعود داره کار میکنه. حالا پشت اونم که تکمیل شده، اگر اینجا ببینید اون بالا هم خورده. حالا از این سمتاشم میگیرم دیگه، باید بریم سراغ کارهای تو. اینم پشت کار که ما تمام تابلوها رو پشتشون میبندیم، هم مقاوم میشه در برابر باد و طوفان و بارون، هم قشنگتره، نمای بهتری داره. اینم که ترانساست که همه یه جا جمع میشه توی باکس و برای تعمیرات بهتره. لازم نیست که واسه یه تعمیرات تعویض ترانس شما یه داربست بزنی، یا مثلا با یه نردبون ساده میتونن بیان این ترانس رو عوض کنن.